حدیثی روز از شبکه حکمت. ابو هریره رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کرده است: هر مصیبت به مسلمان آید، خواه خستگی، خواه بیماری، پریشانی، غم و اندوه و یا حتی یک خار خلانیده شود، البته الله یکی از گناهانش را برایش ببخشد. راهی راست و نجات هر یک مؤمن این سنت محمد صلی الله علیه و سلم است.